185 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا درباره روابط دو کشور نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی می‌نویسند. نامه در کمیسیون امور خارجه مورد بحث قرار می‌گیرد. محمد خاتمی رأی مثبت کمیسیون را درباره پاسخ به این نامه در صحن علنی مطرح می‌کند. او در عین حال از دشمنی ذاتی آمریکا با اسلام و ملت ایران می‌گوید و اصل سازش‌ناپذیری را تنها راه مناسب برای مواجهه با زورگویی این ابرقدرت چپاولگر می‌داند و خواستار قاطعیت و هوشیاری در مقابل فریب شیطان بزرگ می‌شود. آنچه که مسلم هست، ما در یکی از بزرگترین معرکه‌های تاریخ گام نهادیم. آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت مادی ضد بشری که تاریخ تاکنون سراغ داره، به جنگی تمام عیار علیه ملت ما دست زده است. این جنگ میان دو حکومت، دو ملت و حتی دو نظام نیست تا بتوان بر سر منافع موسمی با هم کنار آمد و سازش کرد. جنگی است میان یک نظام که مظهر آن آمریکاست، که سرشت و ماهیتی جز قلدری و چپاول نداره، و میان یک ملت که تمام سلاح و سرمایه او ایمان و آرمان اوست و بر سر ایمان و آرمان نمیتوان به هیچ وجه به مصالحه و سازش رسید. و این باید اصل سازش ناپذیری و قاطعیت که بارها از زبان رهبر بزرگ انقلاب شنیده ایم به عنوان پایه و مایه سیاست خارجی ما تدوین و تنظیم بشود به وسیله نمایندگان مردم. این اصل هست. مجید انصاری دیگر نماینده مجلس جواب قاطع و علنی به نامه را نوعی موضع‌گیری هوشمندانه در برابر دولت آمریکا می‌داند و می‌گوید فقط یک بار جواب آنها را بدهیم کافی است. هدف اونها ایجاد یک زمینه تبلیغاتی به نفع خودشونه. خب چرا ما از این زمینه به نفع انقلاب خودمون استفاده نکنیم؟ یک جوابی رو به اونها بدهیم در سطح جهانی که به دست خود اونها رو محکوم بکنیم و آن جواب با صراحت و با قاطعیت نه هست. همون روز اول یک جواب بدیم که آمریکا با شما کنار آمدن امکان ندارد و جواب ملت ما نه. این جواب کلی و دندان شکن برای همیشه برای آنها کافی